یکی از رستوران های شهر کابل، رستوران ظرافت. دوستایی که در رستوران میاد، کسی که رستوران جور میکنه یعنی به سطح جور بکنه که دوستای ما تشریف میارن، حداقل اگه حس راحتی برشون پیدا شود که فضای سبز کار بکنن. چون از ما تاسیس رستوران ما سر دیزاین سبزه. من شنیدم مهدی صاحب در بخش شیریخ شما بعض نوآوری هم کردین، میشه که درباره از ما معلومات بدین؟ نوآوری ما اینه که این پسته و مردم خود شهر کابل میبینین که کل شیریخ سفید است. از ما شیریخ‌های ما متفاوت است. کل شیریخ‌های ما که هست اونم بهر نه شیریخ 11 نه که شیریخی گفتیم برای شما، همین 11 نه شیریخ هم کلش نوآوری خودمون است. این پیزه ما که است رسیپی چی است؟ فاجیتا را برش میندازیم، فاجیتا را تهیهش پنیر است و تاپینگ پیزا است. هموطنان عزیز و نازنینم، امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین. چینل یوتیوب پنجره افغانستان را بیننده هستین و من اشرا معصومی با یک برنامه جدید در خدمت شما هستم و البته لایک، فالو، سابسکرایب چینل یوتیوب پنجره افغانستان را فراموش نکنید. امروز باز هم آمدیم تا یک برنامه خوب را تقدیم شما کنیم. البته آمدیم به معرفی یکی از رستوران های شهر کابل، رستوران ظرافت. یکی رستوران چی خوبی ها دارم، این رستوران فامیلی هست، رستوران هست که چند بخش دارم و این که دیگه چی چیزا داره، سالونایش، درباره از اینا صحبت میکنیم. برنامه رو بیننده باشید. چینل یوتیوب پنجره افغانستان برنامه ما رو بیننده هستین. سپاسگزار شما هستم و فعلا هم با معرفی رستوران آغاز میکنیم و اینجا هم منیجر رستوران همراه ما هستن. سلام علیکم. سلام، خسته نباشین. روز شما بخیر، خوب هستین؟ خوش آمدید. زنده و سلامت باشین. منیجر صاحب میشه معرفی کوتاه داشته باشین؟ چون حتما اسم من فیروزشاه از ظاهری تخلص میکنم. مدت 16 سال میشه در رستوران ایفای وظیفه میکنیم و در رستوران‌های مختلف انجام وظیفه دادم و از تجربه خوبی برخوردار هستم. بسیار خوب، ماشاءالله. میشه منیجر صاحب به ما بگین چی مدت میشه که در رستوران ظرافت هستید؟ من مدت حدودا چون رستوران تازه هست، سال مدت 4 ماه میشه اینجا آمدیم. چون دوستا هستن میخوام امروزشون که اکسپریانس کاری خود شریک بسازم. چون نو تاسیس است، مدت 4 ماه میشه اینجا انجام وظیفه. بسیار خوب. یعنی تازه آغاز با کار کردن؟ بله، اینا تازه آغاز با کار کردن و قبلا رستوران‌های دیگه که نمیشه نام برد چون برنامه فرق میکنه، دیگه رستوران‌ها رو همراهشون همکاری داشته. بسیار خوب. میشه بر بیننده بگوین انگیزه‌ای که یک رستوران ایجاد کنین از کجا پیدا شد؟ انگیزه که ما رستوران ایجاد بکنیم و دیگه دوستای ما کسایی که سرمایه‌دار هستن میخوان یک بخش از تجارت است که میخوان تجارت بکنن و رستوران خدمت به مردم باشه و میتونن اقدام به کار خوب بکنن که رستوران هست. و حتما یک حس خوبم داره دیگه. آدم هر مسلکی رو که آغاز میکنه یک هدف مشخص و یک آرزوی برای آیندهش می داشته باشه. دقیقاً چون کار بزنس که است باز به هدف نمیشه. هدف باید اول مایندت مشخص باشه، بعد از اون شما حرکت به کار میکنید. هر دوست ما تصمیم میگیره، شخصا خود ما هستیم، ما تا هدف مشخص نباشه حرکت نمیکنیم، چون بی هدف باز به مسیر نمیرسیم. دیگه واقعا حسی که دوستایی که میان رستوران در هدف شما یادآوری کردین، دوستایی که در رستوران میاد، کسی که رستوران جور میکنه یعنی به سطح جور بکنه که دوستای ما تشریف میارن، حداقل اگه حس راحتی برشون پیدا شود که فضای سبز کار بکنن. چون از ما نو تاسیس رستوران ما سر دیزاین سبزه که برای دوستای ایجاد شود که بیان حداقل فضای سبز هم برشون باشه، دیگه حس خوب پیدا بکنن در رستوران بیان. رستوران خودش یک جای آرامش است، دوستا بیان تشریف ببرن در هر رستوران باشه. نه رستوران ما یک حس آرامش باید داشته باشن که غذای خود درست بتونن انجام بدن.
و خوب شد که یادآور شدین رضایت مشتری خیلی ها مهم است و میشه بگین در مدت کم که آغاز به فعالیت کردین رضایت مشتریاتون چگونه است نظر به دیگر رستوران‌ها؟ دقیقاً من خودم شخصا بالای هر میز میرم، پیش هر مشتری تشریف میبرم. مشتری که در رستوران تشریف میاره یعنی عزت به رستوران میبخشه. حتی یک طفل خوردم که من او آرزو داره میرم به رستوران‌های مختلف میرن تشریف میبرن، بازی چی اگه اطفال است، تست غذا است، روی پرسنل است، همه کارهایی که در رستوران وجود داره یعنی طبق یک لایحه خود یک رستوران ایجاب میکنه. اونا باید مشتری را راضی نگاه بکنن که مشتری که در هر رستوران تشریف میبره رضایت از اولویت خود رستوران است. یکی از لایه وظایف بخش اولویت رستوران رضایت مشتری است. بس مشتری نباشه آدم با خود رستوران جور نمیکنه یا آماده نمیکنه. هر صبح یعنی مصارف میشه، خیلی مصارف روزانه آمادگی به مشتری گرفته میشه. چون مشتری شما دوست من جان دیگه دوستا تشریف میارن دیگه باید رضایتشون حاصل باشه. و از نظم دیسیپلین صحبت کردین. رویه همه پرسنل رستوران خیلی هم مهم است و خیلی هم ربط میگیره به آمدن مشتری‌ها. میشه که بگوین که رویه پرسنل شما چگونه است؟ رویه پرسنل ما ماشاءالله خوب است. یک بخش از کار اداری ما که مدیریت سرویس‌دهی میگه. مدیریت سرویس‌دهی خیلی مهم است به رستوران که پرسنلش بسیار باید حداقل از لحاظ تکلم و گفتاری برخوردار باشه، حرکات تسهیلات خوب داشته باشه، مسلکی خوانده باشه، دیگه می رشته رستوران تا آموخته باشه. اگر آموخته نباشه تجربه کاری داشته باشه. بعضی نزاکت‌های که یک اجتماع است که داخلی رستوران است اینا رو مراعات بکنه. بعضی مشتریای ما دوست ندارن، بسیاری نزاکت‌های بسیار اندک است، بالای مشتری تاثیر بد میذاره و ناراحت میشه، باز پیشنهاد میکنه یا شکایت میکنه. صندوق شکایت داریم، باز ما همه روزه هفته‌وار ماهوار صندوق شکایت داریم که ما میتونیم همین رولی که خود مشتری ما تقاضا داره نظر به رول از اونا آماده کنیم. و پرسنل حالا ماشاءالله خوب است، تو خدای نخواسته روی بد نداره که مشتری، چون بچه‌ای هستن که بچه‌ای تحصیل کرده هستن همه روزه فرش سر کار خود آغاز میکنن تا اینکه ختم کار میشه. ماشاءالله دیگه تا حال خب ما مشتری ندیم نارضایت از رستوران ما بیرون شه، چی از تست غذا باشه، چی از تیمینگ رستوران باشه، چی از روی پرسنل باشه و غیره. بسیار خوب، بسیار خوب. دوستان صحبت‌های ما ادامه داره، میریم شروع میکنیم معرفی را. اول بر ما بگین که چند سالن دارن است؟ درست، ما 3 سالن داریم، در حدود 400 نفر گنجایش داره که سالن دیگه هم هست بالای از اینا که تحت کار است. البته میخوایم زود بالا ما نگیریم چون وضعیت بحران اقتصادی است. اونا تحت دکوریشن است. فعلا ما 3 سالن روی کار گرفتیم. سالن عمومی است، بخش فامیلی است و بخش وی آی پی است که در آینده نزدیک بازیچه اطفال هم بخیر اطفال نازنین فعال میکنیم. فامیلایی که تشریف میارن مزاحمت به غذا خوردنشان نشه، اطفالشان بازی کنند. بازیچه اطفال شهر بازی میگن، در موقع برایشان انتخاب کردیم که اونجا اونا میتونن از بازی لذت ببرن. یه فعل حال 3 سالن داریم و این سالن عمومی است دیگه. این سالن عمومی است. برای دوستایی که روزمره تشریف میارن اینجا حدود 15 تیبل آماده است که دوستایی که آردر میتن سفارش میتن غذا میگیرن. یک فضای بسیار خوب داره، آرام است. من دوستان میشینن غذای خودم میخورن و سفارش میتن راحت. و کسی که زیادتر میخواد راحت‌تر باشه باز ما سالن دیگه داریم بس وی آی پی است، اونجا تشریف میبرن. باز فامیلای ما که فامیل خود اطفال نازنین تشریف میارن میرن بخش فامیلی. در بخش فامیلی غذای خود سفارش میتن و غذا نوش جان میکنن. میشه درباره سالن سومی هم بر ما معلومات بدین؟ فکر کنم سالن فامیلی است. دقیقاً سالن سوم ما که است مربوط به فامیلای محترم میشه. قبلا اشاره کردم که ما گفتیم اینجا بازیچه اطفال هم تاسیس میکنیم. این سالن مربوط به فامیلا میشه که جداگانه نسبتاً متعصب‌تر هستن، دوست ندارن با کسی دیگه بشینن، جمع فامیل دختر خانم‌ها میخوان بشینن. همون سالن با اونا تاسیس میشه.
کاملا راحت میتونن باشن دیگه. دقیقاً چون فامیلی که بود همش خانما است، دختر خانما است، میان اونجا غذای خود سفارش میدن و دلشون جمع میشه. میفهمن که 4 تا 5 تا خانم دیگه 5 6 تا خانم‌های دیگه هستن، در جمع از اونها میشینن یک میز به خود انتخاب میکنن، نظر به شماره میز، باز ما میتونیم اونا رو کاور بکنیم. بله. میشه منیجر صاحب بر ما بگوین که خدمات درب منزل هم حتما دارین دیگه در رستوران؟ دلیوری بله داریم. ما خدمات درب منزل هم داریم، مشتری ها و دوستایی که تماس میگیرن ما برشان غذا رسانده میتونیم و به سریعترین وقت. البته بعض رستوران های ما هستن میگن 20 دقیقه 25 دقیقه ما تا 1 ساعت طول میکشه. اینجا است ما خدمات دلیوری ما ماشاءالله خوب است. اما اون تایم آف تایم همه کار ما قبلا اشاره کردم که طبق یک نرم تقسیم اوقات پیش میره. بسیار خوب. میشه که بگین وقت کاریتون از کدام ساعت آغاز میشه و تا کدام ساعت ادامه داره؟ تایم کاری ما 2 شیفت است. ما از 7 صبح چون بریکفاست صبحانه هم داریم آغاز میشه تا 1 بجه شب. پرسنلی که من باز تا 4 یا 5 شب یا 6 بجه می باشن، بعد از یک شیفت میره کسایی که داخل افراد کلیدی داخل سالن کار میکنن، باز اونا ختم کارشون میشه دیگه، پرسنل با جای اینا آماده میشه، آماده خدمت به مشتری میشه تا 1 بجه شب. بسیار عالی. یعنی فول تایم هستیم، ما پارت تایم نیستیم و بازترین فرصت ان شاء الله ما خدمات 24 ساعته فعال میکنیم. دوستای ما در کسایی هستن، دوستا که مسافرها هستن، نه هیچ چی پیدا نمیشه، فقط صفحه ما را دنبال بکنن، ما در خدمتشیم. بسیار خوب. خب میشه که نال بر ما درباره مینوی غذاییتان معلومات بدین که من مطمئن هستم بیننده ها از همه چیز که فکرشان طرف غذا میباشه. دقیقاً ما مینوی غذایی خود آماده کردیم و از سکشن های مختلف است، خصوصا از بخش غذای سنتی افغانی خود ما که مانند مولنگ پلاو است، ماهیچه است و کباب است، دیگه قابلی پلاو ازبکی است، بهترین قابلی با روغن کنجد زیغر البته، و غذای هندی و چاینس و پاکستانی و اروپایی و غربی همش هست. فقط در حدود 1020 قلم غذا داریم. ما دوستان میتونن که از این غذاها استفاده بکنن و دوستان هم هستن خارج از کشور زندگی کردن، دوست ندارن غذای خود ما رو، باز غذایی که مورد علاقهشون است، یعنی سرخ شده است، تستی است، دیگه فست فود است، اینا میتونن از اونها سفارش میتن، دیگه غذای خود سفارش میتن، نوشجان میکنن به میل خود مشتری، یعنی به نرمی که فعلا در افغانستان جریان داره ما به تکمیل براشون آماده کردیم. واقعا و 1021 غذا واقعا زیاد هم است. واقعا زیاد هم است و پخت و پز هم خیلی مشکل است، رسیپی هم خیلی زیاد مهم است، چون باز ما آشپزای مسلکی داریم، همین دو شفت کار میکنن، نمیتونه یک آشپز زیادتر از 8 ساعت کار بکنه چون خسته میشه. دیگه آشپز هست در فیدبک از او آماده میشه و دوستایی که سفارش میدن، یعنی هیچ تست با دیگه تست نباید فرق بکنه، گرچه تستا فرق میکنه اما رسیپی یکی است. از این رسیپی این نرمی که برشان داده شده طبق همون فرمول و کار خود پیش میبره. خوب. و میشه که بر ما بگین امی مشهورترین غذای رستوران کدام است که بیشتر سفارش میگیرین از اون؟ بسیار خوب. مشهورترین غذا فعلا در رستوران ما کس از بخش پیزا است، چون غذا گفته نمیشه، بخش غذای فست فود است نمیتونیم، و قابلی ازبکی از ما و گوشت قاق که ما این هوا سرتر میشه بخیر دوستا گوشت قاق نوشجان میکردن بیان در رستوران ما خدمتشان ان شاء الله حتما با خوبی و خوشی ازشان میزبانی میکنیم. و هم ما بخش که در بخش شیریخ بریم، ما شیریخ وطنی خود خیلی زیاد فروشات داریم که یعنی دوستایی که ظرافت شیریخ خوردن حتما میفهمن که چه رقم شیریخ است. بله، ما که دمی اول آمدم متوجه میشدم که اونجا یک جای بر شیریخ بود و یک بخش بر کافی داشتین فکر کنم. بله، کافی ها انواع کافی هست، انواع جوس هست، ما 3 نوع جوس داریم اینجا، ترکیباتش فرق میکنه. جوس اسموتی است، جوس اسلش است و جوس خالص است. خالص یعنی سیمپل، ساده است که دوستایی که دوست دارن میگه فقط به ما ساده برن، دیگه چیز اضافه نباشه. با دوستایی که دوست دارن مینو هست، از روی مینو فقط سفارش میدن، سر به خود کس نمیدونه کار بکنه. طبق اون نرمی که در مینو گنجانیده شده دوستان سفارش میدن و بدون کدام سهو خطا اشتباه ان شاء الله مشتری راحت و نوشجان میکنه جوس خود و ازش لذت میبره، یعنی یک طعم ماندگار برش میمونه. واقعا دوستا زندگی بود به شرفتم شده میبخشید، باز من ان شاء الله دارم چیز براتون سلاش جور میکنم چون هوا نسبتا کم گرمتر است، باز شما هم خسته میشین برنامه اینا باز در خدمت هست. زنده باشین. خب دوستا سالونا رو معرفی کردیم که متوجه بودین که یک رستوران کاملا زیبا با سالونای زیبایی که داره و حالا منیجر صاحب طرف آشپزخانه بریم یا طرف شیریخ؟
طرف شیریخ میریم. اول یک شیریخ ما برای شما اینجا آماده کردیم. شما از شیریخ یک بار تست بکنین، تستش هم با مشتریا بگوین که چطور است تست شیریخ. کاملا از میوه تازه آماده شده. بعد باز میریم بخیر طرف آشپزخانه پایان فست فود و بخش شیریخ. درست است. تشکر. درست است؟ بله. بفرمایید. بخش شیریخ رستوران ظرافت هستیم و حاجی صاحب با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب است انشاءالله دارین. جان شما جور است. اسم من حاجی محمد رفیع قناتزاده، یک تن از شیریخ بازای شهر مزار شریف، فعلا در شهر کابل در ظرافت شیریخ. بسیار خوب. حاجی صاحب میشه بر ما بگین چقدر وقت میشه و چقدر تجربه دارین در بخش شیریخ؟ ما شیریخ بازی ما که از 70 سال است که شیریخ باز است. بیادر کلانم است، سنش 85 است، حاجی محمد نزیل تاج قربانی نامش است. او شیریخ باز است، او بیادر کلانم است. من سنم 64 است، 50 سال است که علمی کار شیریخ ما میکنم. ماشاءالله. حاجی صاحب بر ما بگین که چند نوع شیریخ آماده میکنین اینجا؟ ما تقریبا 11 نوع شیریخ داریم. ما شیریخ داریم از میوه خشک، پسته، بادام، چهارمغز، کاجو. این 4 نوع از میوه خشک است. پسته داریم، پسته وطنی. پسته ما وطنی، چهارمغز ما وطنی، کیلی ما از افغانستان، امی ما از افغانستان. کل این چیز ما که هست از خود افغانستان. من شنیدم حاجی صاحب در بخش شیریخ شما بعض نوآوری هم کردین. میشه که درباره از ما معلومات بدین؟ نوآوری ما اینه که این پسته و مردم خود شهر کابل میبینید که کل شیریخ سفید است. از ما شیریخ های ما متفاوت است. کل شیریخ های ما که هست اونم بهر نوع شیریخ 11 نوع که شیریخ گفتیم برای شما، همین 11 نوع شیریخ هم کلش نوآوری خود ماست. ماشاءالله. بیشتر باز فروشات از کدام نوعش است؟ کل مردم که میآید از هر نوع شیریخ. ما یک قسم شیریخ های فامیلی داریم. ما شیریخ داریم از 70 روپیه گرفته، شیریخ ساده داریم یک شیریخ 70 روپیه، 100 روپیه. ما شیریخ 4 رنگ داریم 150 روپیه، پسته داره، ام داره، آلو داره، ساده داره. یک شیریخ 7 رنگ داریم، 7 رنگ داریم 500 قیمتش است. این یک فامیلی است که هم به حساب کاکاو است، هم چیز است، پسته است، بادام است، چهارمغز است، ساده است، کاکاوی است. هر 7 نوع شیریخ ما از شیریخ ما داریم که برای هر مسلمانی که بیاید ما فامیلی. برای ما یک فامیلی یک خوبی داره که مثلا یک شیریخ ساده ما 4 رنگ جور میکنیم 1.5 ساعت، خاص ما از 2 ساعت. یک فامیل میبره 6 نفر، 6 نفر میگه 200 بخوره 12 ساعت میشه. ما یک 600 جور میکنیم یا یک 800 جور میکنیم. خب میتیم پیشان توضیح یک فامیل مکمل. به یک فامیل مکمل به 6 ساعت، به 8 ساعت، به 1000 میتونه که یک فامیل 10 نفری 12 نفری شیریخ بخوره. با او هم اقتصادی به فایده میکنه و هم شیریخ هم از همه شیریخ. بله کاملا. حاجی صاحب خودت کدام شیریخ زیاد دوست داری؟ ما دیگه کلش دوست دارم. کلش دوست دارم. تشکر میکنم از شما حاجی صاحب. ما زنده باشید. هموطنای عزیز، فعلا هم در آشپزخانه هستیم و آشپز صاحب مصروف کار هستن. باش که ازشان پرسان کنیم که چی پخته میکنن، ولی اول باید یک معرفی کنن. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام. ما هستیم، اسم احمد است، باشنده ولایت کابل، کارتوچار در ظرافت رستوران به حیث استاد فست فود کار میکنم. بخش فست فود است. اجانب. فعلا چی میکنی خودت؟ فعلا ما میخوایم یک پیزا اسمال برای شما تهیه کنم. فعلا رولینگ میکنیم، یعنی اوار پیزا رو این خمیر خودتون آماده میکنین یا تیار هم میباشه؟ تیار میباشه. خب باز تیار و کوالیتی رو نمیده که مثالش خود ما که تیار میکنیم، ما خود ما اینو جور میکنیم. تیار است مگر تیار مثل برید وار است، برید شورما وار، او باز کار نما نمیده. چند نوع پیتزا را آماده میسازی خودت امروز؟ ما از پیزای کلزون گرفته تا پیزای ترکیش خودم در ترکیه در استانبول کار کردیم. دیگه پیزای برید ترکیش
گرفته تا مارگاریتا میگه، پیزای فاجیتا میگه، پیزای چیکن تیکا میگه، افا میخوایم دیگه اینمی پیزا هست. و امروز این پیتزا چی است؟ کدام پیتزا؟ ولی این پیزا را که ما براتون تهیه میکنم، این پیزا اسپیشال میباشه، اسپیشال ظرافت براتون امو را جور. پیتزایی رو که آماده میکنین به کدام سایزا است؟ پیزای ما اسمال است، لارج است، میدیم است، اکسل است، فیملی، به این سایزا میباشه. با زمیر چطور میفهمین اندازه خمیرش که مثلا به کدام سایز؟ با طول میکنیم، این کد گرام میشه و این پنام که است، پنای پیزا این کل سایزا داره، از 7 اینچ گرفته تا 18 اینچ سایزش است. میتونین کارتون انجام بدین و دوستا میبینین که پیتزای اسمال به ما آماده میسازن. و در این کدام مواد رو استفاده میکنین؟ پیزا اسمال در سایزش کدام تغییرات نمیده، موادش دیگه سایزش فرق میکنه، باز موادش عین چیزی که در لارج باشه، چی نظر به سفارش مشتری ما آماده میکنیم. بسیار خوب. بیشتر باز مشتری کدام پیتزا رو دوست دارن؟ بیشتر پیزای چیکن تیکا میگه، فاجیتا میگه، دیگه پیزای مارگاریتا میگه، تنها پنیر ازش پنیر و سس پیزا استفاده میشه، دیگه تا اون چیزی دیگه تاپینگ نمیشه. این از یافتر مشتری خوش میاد. بسیار خوب. بجز از پیتزا در بخش فست فودتان دیگه کدام غذا هست؟ در بخش فست فود ما زنگر برگر است، بیف برگر است، چیکن برگر است، دیگه باز ما غذای خارجی داریم به حساب چومین میگه، چاینا رایس، دیگه این چیزا است، فرای چیکن. باز این غذاهای خارجی رو باز فرمایش میدن هموطنای ما؟ بله ها، چرا نه، ما مشتریای داریم که مثالش میاین مسافرین خارج میباشه، از خارج میاین میشه دوستا است، باز برای ما آردر میتن، ما برایشان تهیه میکنیم. حالا دوستا میبینیم که در پیتزا چه چیزا رو اضافه میکنن، بیننده باشیم. اضافه میکنیم. اینال ما در این پیزه ما که است رسیپی چی است؟ فاجیتا را برش میندازیم، فاجیتا را تهیهش پنیر است و تاپینگ پیزا است، پیزا سس برش زدیم دیگه. اینال این سس هم آماده میباشه یا خودتان آمادهش میکنید؟ نه خیلی نه، پیزا سس هم خودم آماده میکنیم دیگه. در بازار میباشه اون چیزای کمپانیز، بازو تست را که مشتری از ما میخواه، بازو تست اون نمیباشه. بله. تمام از این مواد دیگه خودتان آماده میکنید؟ جانا، از تاپینگش گرفته ای تو زید خود ما میره آماده میکنیم. تاپینگش، خمیر پیزش دیگه، بدون پنیرش، یعنی دیگه همه چیز از زیر خود ما. و یه گوشت مرغ است؟ جانا، گوشت مرغ است، سینه مرغ است. ایره باز ما مسالهایی که از استفاده میشه. این گوشت خام میباشه یا پخته؟ نه خیلی خام میآید. ما هات کافی، یعنی کافی های گرم داریم و انواع کافی سرد داریم. بسیار دوستا هستن که من هایس کافی کاپوچینو میگیرم، یعنی اون سرد است، در هوای گرم او رو میتونن استفاده بکنن. و هات کافی که است در زمستان و بعض دوستای ما که در خود بهار، یعنی در گرمی های زیاد و مجازشون سرد است، اونا باز کافی گرم میگیرن. و یک چیز دیگر هم باید یادآور شیم، ما شما یک چای داریم، چای بسیار خوب و مزه‌دار که اسمش است چاوه. چاوه ما چم خورده شما خیلی مشهور است، حتما میشناسن همگی. بله، همراه زنجفیل و ادرک و چهارمغز و شیر و این چیزا آماده میشه، یعنی دقیقاً خیلی مزه‌دار است.
دیگه اسمش چاوه است. ما بخیر دعوای سرد زمستان ما او را آماده میکنیم و به خدمت دوستا و مشتریای خود به پیشکش قرار میگیریم. دیگه دوستای ما زیادتر دوست دارن که اونا از این چاوه وطنی که ما اسپیشال چای داریم اینجا، یعنی از چاوه با استفاده بکنن. دیگه دوستا هستن همیشه من سفارش میدم. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما منیجر صاحب که تا ایدم با ما همراه بودین، همراهی کردین. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. شما مقدم رنجه فرمیدین، زحمت کشیدین، اینجا از ما اول گرفتین، از رستوران ما امید به این داریم زیادتر که دیگه دوستای ما مثل شما تشریف بیارن، از ما بیچاره و مسکینا دیدن میکنن. انشالله. بسیار زیاد تشکر باز هم و در اخیر اگه کدام پیام داشته باشین. سلامت باشین، بخیر باشین. ما افتخار میکنم سر جوانای کشور خود، بخصوص به خودم که من مدیر بسیار خوب و فعال هستم در رستوران در سه کار خود، و پیام به جوانای دیگر همی است که جوانای ما فرار نکنن از کشور، چون مسافرت ما خودم زیاد کردیم نتیجه نگرفتیم، پس دوباره آمدیم و بیان بخیر در این کشور هر کاری که باشن پیش میشه همون کارا بر خود مسق بدانن و کار بکنن و پیام خودم انتقال بکنن به دیگران که وطن ما آباد شه. سلامت باشین، خوش آمدید. زنده باشین. تشکر. هموطنای عزیز و نازنینم، سپاسگزار شما عزیزا هستم که تا ایدم با ما همراه بودین در برنامه. من امیدوار هستم که برنامه خوش شما آمده باشه و لایک، کامنت و سابسکرایب چنل یوتیوب پنجره افغانستان را فراموش نکنین. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزا هستیم. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه بعد خداوند یار و یاورتون.